بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من الأربعون النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. اینک ما درس خود را به عون الله سبحانه و تعالی دوام میدهیم از کتاب 40 حدیث امام نووی. درس امروزی ما آغاز می‌یابد تحت حدیث 20، آنجا که صاحب رساله می‌فرماید الحديث العشرون عن ابي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحيي فاصنع ما شئت. خب، خلاص رواه البخاري وحديث البخاري برمیاد. حديث 20 از ابو مسعود عقبه ابن عمرو الانصاری، در بعض جا عقبه آمده است، عقبه ابن عمرو الانصاری البدری رضی الله عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمود: به درستی آنچه مردم از پند پیغمبران پیشین دریافتند این است که هرگاه شر نکردی پس هر چی میخواهی بکن. اینو معنا ندارد که مثال گریم همین شر نداشت باشی تو رو گفتی شده است که کردن گرد، یکی باشه که تهدید است، یا که این خبر است که اگر تو شر نداری، یعنی حیا یک چیزی خوبه. مثلا یکی از خوبیاش همین است که نشانش همین است که اگر تو شر داشته باشی انا میبینی که یکو کاری بد نمیکنی، هر یک کار فکر و ملاحظه میکنی که عاقبتش چیه. بعد از که شر نکردی هر چی خواهی کردن میگیری. به همین معنا آمده است. یا که گفتن که مثال گیریم وقتی که به یک معنای دیگه شد، یکون کار کردنی شوی از کارهایی باشد که از الله شر داشته می شود و از مردم مثال گیریم شر داشته می شود، إذا أردت فعل شيء فإن كان مما يستحيا من الله ومن الناس في فعله فافعله وإلا فلا. وعلى هذا مدار. خلاص یعنی یک کاری باشد که مثال گیریم از الله شر داشته میشدگی باشه، از مردم مثال گیریم شر داشته میشود در کردن همان، بس چه؟ خلاصه در همین انجام دادن یک کار فقط یعنی رعایی الله را کردن در کار است. الله را رعایی کردن در کار است که آیا مثال گیریم همین یک کاری هست که از الله شر داشته می شود یا که از اون نیست. انشاءالله این بعد در تفسیرش در شرحش با خیلی هم به تفصیل می گذاریم. حدیث بخاری روایت کرده است الحديث العشرون عن ابي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت. رواه البخاري. حديث البخاري وذكره. نكتفي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.